وقتهای آخر بعضی نفران مردم فریب با مقصد به دست آوردن درآمد مفت با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنت بازی‌های لاتاری را با برد ماشین تشکیل و اعلام کرده شهروندان به خصوص مهاجران را فریب می‌دهند. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 2 ینور سال 2024 از بازداشت دو بلاگر با اتهام قلابی خبر داد و گفت که ساکنان نویه رودکی غفورزاده سامان و گلزاده نیکروز در ویدیو هاستینگ شبکه‌های اجتماعی یوتیوب صفحه‌های خود را با نام‌های سامان افیسال و مکسیم تیوی به قید گرفته بازی لاتاری تشکیل کردند و بر دروغ چندین ماشین‌های تمغه کیا، تویوتا کامری و هوندای سنتا را به بازی لاتاری گذاشته شهروندان زود باور را به مبلغ 100,000 سومانی فریب دادند. خود سامان غفورزاده و نیکروز گلزاده و نزدیکان آنها برای شر ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به نقل داستانی کل آنها طبق شرط‌های پیش بینی گردیده ماشین‌های وعدگی را باید با اعلان نتیجه بازی به شخصان برد کرده می‌دادند. اما سامان غفورزاده به باوری شهروندان قادروف و سعیدوف در آمده برای فریب که به گذراندن بازی ماشین‌های در بازی گذاشته شده را به نرخ ارزان به آنها می‌فروشند و نامبردگان توسط انتقال پول مبلغ 180,500 سومانی را گرفته تصرف نمودند. به آنها ضرر مخصوصی کلان مادی رسانیدند. خبر می‌دهد داستانی کل به همین راه و اصول می‌افزاید. داستانی کل نوروز گلزاده نیز به باوری شهروندان نزاروف، سلمان و قرایف در آمده با وعده بر دروغ که بعد برگزاری بازی ماشین‌های تویوتا کامری و هوندای سنتا را به آنها ارزان می‌فروشد. از شهروندان نامبرده در 3 حالت توسط حامیان الکترونی دوشنبه سیت جمع 230,200 سومانی را گرفته تصرف کرده است. به حساب تفتیشات در نتیجه کردارهای قلابانه سامان غفورزاده و نوروز گلزاده مبلغ خیلی زیاد شهروندان در مجموع 590,700 سومانی تصرف کرده شده است. داستانی کل تاجیکستان روز 8 نوامبر سال 2023 نسبت به سامان غفورزاده و نوروز گلزاده بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ پرونده جنایی آغاز کرده است. به آنها بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ از 1460 تا 2190 نشان دهنده برای صبح‌ها و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. تحقیق بامداد نشان داد که کانال مکسیم تیوی از یوتیوب لکه غیب زده است، ولی کانال سامان افیسال همچنان فعال بوده. با دعوت برای اشتراک در لاتاری در این کانال تازه شب 9 ینور سال 2024 گذاشته شده است. ماموران کانال میگویند بازی لاتاریشان را میبایست در شب سال نو برپا میکردند، ولی از بس که همه لاتاری فروخته نشد فینال را به روز 15 ینور گذاشتند. او همچنین با دل پر به مشتریان که اونها را شیران نر نام میبرد وعده میدهد که برندگان لاتاری علاوه صاحب یک ماشین تویوتا کامری نو از سالن خریده شده و باز ده ماشین اوپل میشوند. جالب آن است که تشکیل کنندگان لاتاری در کانال سامان افیسال هر دفعه ویدیوهای خود را در نزد افتسالن ها ثبت میکنند و طور وانمود میکنند که همه ماشین ها در این افتسالن ها از او باشند.